این تیراهن دوبله برای خرپا نگه داشتن بین دو ستون به فاصله 9 متر دارنده این سقف و این خرپا زیر نبشی 8 بالا نبشی 6 طولیلاش نبشی 5 برای نگه داشتن این خرپا مورد تایید. این خرپا این نصف هم که یه لایه زیر تیراهن بالا نبشی 5 به خاطری که ازم به حضور شما اون ایرانی تو زیرنتی بده. این خرپای دوم هم زیرش هم نبشی 8 بالا 5 طولیلاش هم 5. زیر کار ما شاسیایی داریم برای قوطی برای راویز به خاطر اینکه دارنده این راویز بود که بازی نکنه و لنبر نبینه. دوم بین ستون و اون ستون کشیشای اینا از تیراهن 14. سوم اونی که خرپایی بسیار بزرگ داره بین 3 ستون که شاسیای که این وسط ستون نداره، این فاصله رو این خرپا دارنه، نبشم این بغل دارنه. دارنده اینه که این خرپا رو بداره. این نبشی دوبله 8 و بالا 6 وسط دوبله 5 دارنده این فاصله 9 متره که این کار خنه داره. در عوض دو کار انجام داره، یکی اینه که رابیز دارنه، دومی که زیرنتی رو دارنه. دامنه‌های این ساختمان مسجد نسبت به کار 20 سانت بالاتره به خاطر که سقف برای خودش یه چیز جدایی نشان بدنه، برای کار یه بازه خوبی بشه. و تمام خرپاها در محل کار روی ساختمان جمع‌آوری بابا، هم روی ساختمان ساخته بابا، در اینجا هم سرپا بابا، بدون جرثقیل، بدون هیچ وسیله‌ای و همه با دست به همت کارگران آقایانی که با ما مشغول به کاروان ایجا حمل بابا و سرپا بابا. چون به خاطر اینکه در مزار جرثقیل ورود نبونوا ما همه رو با دست در بالای ساختمان با دست برای جمع کردیم، با دست هم سرپا بردیم. هیچ گونه مشکل و اتفاقاتی در این ساختمان الحمدلله شکر خدا به وجود نمیاد. پهنا در 1 سان قطر به درازای 1.5 متر برای با دست دایره کردم به خاطری که زیرنمایی بعد از آینده که گشتگوری کردن یه تمیز بود. دارنده اون شاسی بالای چون 1.5 متر ما در درون از ستون داریم، 1.5 متر از ستون بیرون داریم و بازی نکردن این ستون و کلاهک این بالا به اضافه فشار گنبدی که از بالا سنگینه دارنده اون بود که بازی نکنه و حجم اون کار رو بداره. و اینا در دستور مهندسی نیه، به کار خودم و به فکر خودم اینا رو پیاده کردم تا برای کار زیبایی بهتری انجام بره. قسمت خانمان در قسمت نشین بند خانمان ما به عرض 4 متر و 40 سانت به درازای 18 متر در درازا داریم و به عرض ال 8 متر 16 متر در 12 متر به عرض 4.40 ما برای خانما اسکان کردیم. از پلای دوبله تیراهن 18 به اضافه وردار برای پل و تیراهن 18 برای تودل برای تاپ، چون در جهت لرزش و بازی نکردن سخت ما از تیراهن 18 استفاده کردیم به خاطر اینکه بازی نکنه و لرزش پیدا نکنه. و سقف این از طریق آجر و بتون. قد ستونهای این نشستنگاه خانما به سقف 6 متره و آقایان 12 متره
6 مترش ارتفاع سقف داره و 6 متر هم برای مسجد در ارتفاع حجم این ارتفاع مسجده و دارای 2 انبار بسیار بزرگیه به عرض 4 متر و نیم به درازای 16 متر. ما انبار داریم در زیر مسجد برای شوفاشخانه، برای انبارهای واجبات، برای آشپزخونه. این از بنای و دارای 8 ستون 6 متری داریم برای امامزاده صالح ابن علی به عرض 8 متر در 8 متر به ارتفاع 16 متر به گنبد 6 متر به گلویی 2 متر در مسیر این امامزاده ساخته بابا. کل زیربنای ساختمان چقدره؟ کل زیربنای ساختمان 16 متر در 13 متر. 16 در 13. 16 متر در 13 متر کل بنای این ساختمان مسجده. بدید خوبه خیلی دست مادر نکنه ما شهروندی ببینیم از اینکه باز کردیم بعد این هزینه‌های تقبل کردن مشکلات اونچنانی داره الان ارتفاع این تا پایست 16 متر بله از نوک این گنبد تا روی صفحه امامزاده 16 متر از این بینایی بابایی جرسله بیادیم برای این نه همه رو مدد کنم آره ایشان 2 متر و نیم پنجره‌ای داره به اضافه 120 سانت گلوی ایرانی خوره 150 سانت هم پنجره 2 متر هم گلوی گنبده 6 متر هم گنبد داره بالای اون هم بالای این هم که داره الله داره یه گنبد این جاش بود مالا برای اون راضی بگم که یه چیزی درست بود حالا خدا بخواد و این الان 80 درصد کار تومانه 20 درصد کار تومانسه بین این دو شاخصی‌هایی که الان داریم یه شاخصی دیگه بکشه برای خیلی بالا اینو باید یه گنبد هکنیم روی این اگه شما خیلی میلیگت باز این یاره کن رابی سکنیم میلیگت توش بدین رابی سکنیم سیمان هکنیم اگه خیلی واقعا استیل بازینیم ورق رنگی طلایی داره از بابل های گیریم ما بر نصف نیه از اداره اوقاف بخوایم خودشان استیل بیارن کارگر بیارن بزن الان نظریه اونای نظریه شما نظریه انجمن نظریه محلی های این هزینه داره وجود داره حالا که تقبل این ورق یارو بزنی طلایی بزنی همیشه بمانده زنده زیرش هم دوچه داره کنیم هر مقدار گچبوری یکنیم آینه کاری یکنیم مشکل نداره ولی این مقدار هزینه دیگری هم داره که برای زیرسازی وحشی گیتر داره برای تایی کنیم ما خود منزیم مشکل نداره اونی که قینه موز بابل ما خود منزیم مشکلات درست کنیم دیگه واقعا زحمات شما چون روال اینه که الان آماده قوطیاره که وقت بین فاصله یه متر کم کنیم ما تونیم رو یه دانه فرض کن ورق از این دیگه هزینه اضافه بر سازمان اون بین ورق چقدر دونه یا قسمان آدفاری هر چی زیر مشکل نداره دوباره تونیم زیر یارو کنیم
از این طرح و برنامه شما واقعا تقدیر تشکر. نه خواهیم تمام ما بچه‌ها هیئت چیزی موسیقی که ما همه قبل از اینکه مهندسین تر بریزیم ما تو حافظه من گیرم ما مشکل نداریم. ما به رشیدی هم بگویدم شما زمین که ترقی از ساری بخوان بیان نقشه برای کنیم ما خودمون برای ساختش و برنامه‌اش رو تو آموزان نگاه کنیم برای اینو برای من مشکل نداره. اون آقا بفرمایید شما اگه توی برای ما پیدا کنید بیان بینین اون که ساری بسیار داریم برای من هیچ مشکلی ما احسان رو درست کنم و طرحش هم دارم که پیدا کنم. حالا این طرحش هم پیدا بابا مورد تایید آقایان دیگران اگه قرار بگیرید چی بهتر. پس این کارهای اساسی هم انجام دادیم اون چیزی که در توان من انجام دادیم. یه مقدار هم از کارهای دیگه برای تزیینات دیگه هنن برای تزیینات کاری. این دوره دامنه نسبت امامزاده رو آیا ما تاق گچی بزنیم؟ تاق 5 سانتی 5 سانت آجر به صورت خاکی به صورت شنا 5 سانتی بزنیم باری نداره. بعد ما به زیر هلال کردم آن تصوار دور بدم. الان این دایره پایین پوشیده بود آیبویی بالا پنجره خونه یا پایینی هست؟ نه پایینی از روی ایرانی تا زیر پیراهن 1 متر 50 سانت. بالا رو یا بالا گلویه گلویه گلویی این گنبده گلویی گنبده یعنی پوششه. اصلا ما دید پنجره نداریم. یعنی دور همون اتفاق داره این ورقه بالای فرقی نداره. همون طلایی. بله همون طلایی. همین چیز درسته که در آینده بمانده. نه بمان ساختمان این این یک تاریخی داره در آینده بعد از سالها سال بمانده که مردم بدونن. یاد خوبه آموی؟ یاد خوبه؟ خود که در قسمت‌های پایین از لحاظ سر گرفتن مسجد و اینها رو می‌تونید اصلا به حضور شما سر گرفتن مسجد یه سنواتی از ذهن مهندسی داره. ما روی حساب شده مهندسی روی کاری که کارا بمانده براش پیدا کردیم. هم هزینه کمتر هم کار بهتر با بهترین کار از نبشیر 8 و 6 و 5 و قوطی 60 برای ساختن این مسجد بنا کردیم و منهای برای زیرسازی کار رابیز و بتون از میلیگرد 10 استفاده کردیم به خاطر که هزینه کم و کار بهتر. شاسی کشی خوب اساسی میلیگرد 12 داریم 10 داریم. ازم بزرگ شما همه مشکلات مواجهه برای خود ما برای این مسجد تا توان مؤسسه پیدا کردیم و نمازسازی خوبی داره و ایرانیت خوبی داره. هیچ مشکل هم از مهندسی هیچ ایرادی هم نداره. در قسمت بتون‌ریزی از زمینی چند با تشریف بیارید. در قسمت بتون‌ریزی هم آقایان زحمت بکشن بتون خوبی بریختن. اون از کار فنی هست. بله بله از کار فنی هیچ مشکلی نداره. هیچ آلموتور بندی درجه یکی خیلی هزینه برای آلموتور بندی روی این ساختمان 5 تا دیگه بسازی قدرت داره. بله روی آلموتور بندی روی ستون هم 2 طبقه بسازی این ستون قدرت داره چون هم حالت نوردمانی داره هم پوشش‌های خیلی خوبی داره هم پیرانه‌های خوبی داره. تیمور خدابخشی ارزم بزرگ مهدی بوبایی علی معافی یک از استادکارهای من کارگرای خوب من کامران هست. کامران بله. واقعا از اون کار خوبی مهدی بوبایی زحمت کشیدیم.